یه لحظه تصور کن یه اتفاقی فقط یک بار بیفته، نه قبلش دیده شده نه بعدش تکرار شده. یه چیزی که وقتی ببینیش مغزت سعی کنه براش توضیح پیدا کنه ولی نمیتونه. از بارش مایی از آسمون گرفته تا آتشفشانی که آبی میسوخت، از انفجاری وسط سیبری تا نوری که از دل اقیانوس بیرون اومد و بعد برای همیشه ناپدید شد. امروز قراره با من بیای سراغ چیزایی که در کل تاریخ فقط یک بار اتفاق افتادن. اتفاقایی که هرچی بیشتر درباره‌شون بدونی کمتر مطمئن میشی دنیا رو واقعا میشناسی یا نه. بذار از یه اتفاق شروع کنیم که اگه کسی برام تعریف میکرد میگفتم حتما داره شوخی میکنه. سال 2017 توی یه روستای کوچیک در هند مردم داشتن مثل همیشه کار خودشونو میکردن که یه دفعه آسمون تیره شد. بارون شروع شد. ولی نه از اون بارونای معمولی. چیزی که از آسمون میومد ماهی بود. صدها ماهی کوچیک که زنده به زمین میافتادن. دانشمندا بعداً گفتن یه گردباد دریایی اون اطراف بوده که ماهی‌ها رو از سطح آب بالا کشیده و کیلومترها اونورتر پرتاب کرده. اما نکته اینجاست که این اتفاق دقیقاً همون یه بار ثبت شد. نه قبلش نه بعدش. انگار طبیعت فقط یه لحظه تصمیم گرفته بود با قوانین خودش شوخی کنه. حالا بریم سراغ اندونزی. جایی که آتیش آبی میسوزه. آره درست شنیدی، آبی. آتشفشان کاوآوجن یکی از عجیب ترین صحنه‌های طبیعی جهانه. وقتی گاز گوگرد از دل زمین بیرون میزنه و با اکسیژن ترکیب میشه، شعله‌هایی تولید میکنه که نورشون مثل نئون آبیه. شب‌ها این کوه انگار از دنیای دیگه اومده. یه اژدهای آبی رنگ که از دل زمین نفس میکشه. تصاویرش فقط یه بار به صورت طبیعی و کامل ثبت شدن، چون دمای بالا و گازهای سمی نزدیک شدن بهش رو تقریباً غیر ممکن کرده. ولی همون یه بار کافی بود تا همه باور کنن آتش هم میتونه آبی باشه. بریم به سیبری. سال 1908. یه صبح ساکت تابستونی، ناگهان آسمون مثل روز روشن شد و چند ثانیه بعد انفجاری به قدرت 1000 بمب اتمی وسط جنگل اتفاق افتاد. درختها کیلومترها تخت شدن ولی نه گودالی پیدا شد نه شهاب سنگی. هیچ. انگار یه چیزی از بالا اومد منفجر شد و بعد ناپدید. بهش میگن انفجار تونگوسکا و هنوز هیچ کس دقیق نمیدونه چی بود. بعضیا میگن شهاب سنگ، بعضیا سفینه فضایی، بعضیا هم آزمایش شکست خورده. اما یه چیزی واضحه، اون صحنه فقط یه بار توی تاریخ دیده شد. حالا برسیم به یه ماجرای مرموزتر. سال 1994 ماهواره‌های ناسا نوری عجیب از اقیانوس آرام ثبت کردند. نوری که نه از کشتی بود، نه از آتشفشان، نه از بازتاب خورشید. یه درخشش عظیم درست از دل آب. چند ثانیه موند بعد کاملا ناپدید شد. هر چی بررسی کردن هیچ منبعی براش پیدا نشد. ناسا فقط گفت پدیده ناشناخته نوری و تمام. اون نور دیگه هیچ وقت دیده نشد. انگار یه چیزی از زیر اقیانوس فقط خواست یه لحظه دیده بشه و بعد دوباره رفت. و آخرین مورد داستان مردی از کشور تائورد. سال 1954 یه مرد در فرودگاه توکیو دستگیر شد. چون پاسپورتش مربوط به کشوری بود که اصلا وجود نداشت. اسم کشور روی پاسپورت تائورد بود. مرد کاملا منطقی حرف میزد. حتی نقشه‌ای داشت که کشورش توش مشخص بود. پلیس گیج شده بود. شب اون مرد رو توی اتاق نگه داشت. اما صبح ناپدید شد. بدون هیچ ردی، بدون فیلم، بدون هیچ مدرکی. نه اون مرد نه تائورد هیچ وقت دوباره دیده نشدن. باز یه اتفاق واقعی فقط برای یک بار در تاریخ ثبت شده. بعضی اتفاقا فقط یه بار میافتن. انگار دنیا هر چند وقت یه بار یه راز کوچیک رو نشونمون میده تا یادمون بندازه هنوز خیلی چیزا هست که نمیدونیم. حالا سوال من از تو، اگه همچین صحنه‌ای رو با چش خودت ببینی باور میکنی واقعیه یا فکر میکنی داری خواب میبینی؟ توی کامنت ها برامون بنویس. شاید یه روز همین حرف تو راز بعدی دنیا رو روشن کنه. و اگه از شگفتی‌های جهان خوشت میاد سابسکرایب یاد نره، چون اینجا کانال حقیقت پنهانه، جایی که همیشه یک حقیقت پنهان پشت هر داستانی منتظرت نشسته.